30 جور کاغذ داری کنه یکی من یکی تو 2 تا تو 3 تا من. آره خیلی نه یه جزوه رو میبینم که 1 2 3 4 5 6 7 تیکه شده جزوه فقط یه جزوه هست. الان دقیقاً 1 ربع گذشته از اون وقتی که من فیلم گرفتم. از 7 قسمت تبدیل به 4 قسمت شده. دفعه بعد میشه 2 قسمت. انشالله انشالله. ولی ما 5 قسمت میبینیم علی آقا. یکم تو دستت دیگه. منتظر قسمت بعدی ما باش. الان دقیقا 1 ساعت گذشته از اون زمان. به 1.5 به 2 تا رسیده. خسته نباشی علی آقا. واقعا تبریک میگم. چقدر طول کشید؟ حرکت نبریم فوتو کنیم. علی آقا حالا خودت رو چقدر طول کشید تا یه جزوه رو درستش کنی؟ بعد از کلاس 11:30 سال 12:58 میشه هر فوتویی نداره.